خب بسم الله الرحمن الرحیم. گذشته از درس دیروز که ما فقط همو انوایرمنت یا محیط اکسل دیروز براتون چی کردم؟ تشریح کردم یا در موردش بحث کردیم که رو، کالم، سل، تعداد شیتا یا خود ورکبوک چی بود، چقدر مقدار صفحه ما در یک شیت داشتیم. هم از اکسل 2003 را گفتم، هم از 7 گفتم، هم از 3 گفتم براتون، 10 را گفتم براتون. پالی از ما شما سر تعریفات اکسل هم بس کردیم که یا یوزیج اکسل به خاطر چی بود. این موضوعات بود که در لکچر گذشته ما شما بالای کلش چی کردیم بس کردیم. امروز اگر بریم ما اکسل را باز کنیم خود ضرورت نیست ما ده طریق اکسل براتون باز کنم. همون طریقایی که در ورد ما باز کردیم از 7 طریق که ما باز کردیم از همون طریقا میتونید شما چی را باز کنید. اکسل هم چی کنید بچا باز. من که طریقی که یک ذره زیادتر استفاده میشه براتون میگم. مثلا معمولا ما شما درن چی نشته کنیم اکسل. درست است؟ یکی ما درن نوشته کنیم چی اکسل. یک موضوع. خب امروز یک طریق ما نورمال اکسل از رن باز کردیم یا معمولا بعض وقتها اکسل پرابلم پیدا میکنه، اکسل باز نمیشه که در ورد میدارتون گفته بودم شما کنترل قایم میگیرین بالای اکسل چی کنین کلیک کنین. اول برین اکسل پیدا کنین، اول پروگرام مایکروسافت چی است آفیس، کنترل قایم میگیرم میام بالای اکسل چی میکنم کلیک. تا زمانی که آپشن نواده شما کنترل رها نمیکنین. یا هم یک طریقایی که میتونیم اکسل چی کنیم باز کنیم که به نام سیو مود میگن. یک حالت است که معمولا اکسل قابلیت بازداشتن در حالت عادی نداره، از حالت سیو مود میتونیم شما اکسل چی کنیم باز کنیم. یا هم یکی از طریقایی که ما اکسل را بتونیم باز کنیم. یا هم یک طریقایی که نرمال که امروز اکسل را باز میکنن میرن از طریق صفحه CMD میگن استارت اکسل. یا هم طریقی که ما بتونیم صفحه چی را باز کنیم صفحه اکسل. یعنی چند راه مختلف ما شما تجربه کردیم تا این بتونیم شما اکسل چی کنیم بچا. اولین قسمت درسی که ما از اکسل شروع میکنیم مستقیما از مینوی شروع میکنیم فایل. البته بعدم تکرار براتون میگم در ریکورد وردم گفتم حالا براتون میگم موضوعاتی که ما تکرارا در دیگه جا خواندیم دیگه ضرورت نیست که باز ما شما مثل ورد داری سر از او باز تکرار باز کنیم. صحیح است؟ فقط یک ریویو میکنیم میریم سر درسای نو خود. همیش دل ما شما رقم روز اول میره ما گفتیم. صحیح چی گفتم؟ هر کس باز مشکل داره میتونه با ریکوردای ورد باز مراجعه کنن ببینن. صحیح است؟ حالا اگر مثلا ما شما در وب اوپن رفتیم نتورک کار کنیم یادتون اومد از طریق نتورک ما شما فایل باز کردیم یا از طریق نتورک ما فایل سیو کردیم یا کارهای دیگه کردیم. خب اگر شما میگین من یک بار نه 10 بار تون میگین کار میکنم. اگر ما مثلا در اوپن ما اینجا اومدیم نتورک کار کردیم اگه یادتون باشه یادتون اومد یا رفتیم اینجا نتورک ما کار کردیم در ورد ریکورد ما مراجعه کنین ببینید. خب اگر شما میگین من بازم براتون کار میکنم اگر میگین نه که وقت ضایع میشه میریم مستقیما از درسای اساسی خود بس میکنیم. این نظر شما ریکورد دست شما هر رقم شما بگین کار میکنیم با شما. صحیح جانم؟ پیش میریم. خب خیلی پس میریم از قسمت اول درس خود مستقیما ریسنت امو بخش است که ما آخرین فایلای که ما از هر موقعیت اکسل باز کرده باشیم و ما شما همونجا چی میشن سیو میشن و یا با آپشن های عمومیتون ارتباط دارن از طرق میرن. ببین جانم ما اولین موضوع درس از ریسنت خودم وردم باز کرده بودم و ما آخرین ورکبوکایی که ما از اکسل باز کرده باشیم طور موقتی میگم شما چی میشن لیست میشن مثل ریسنت کال تلفنتون وری. صحیح است؟ خب شما اولین موضوع درسی که ما شروع میکنیم برعکس از بالانی از چی شروع میکنیم از نیو شروع میکنیم که ما در بخش نیو اولین بخش ما با نام چی هست بلانک ورکبوک. بلانک ورکبوک اگر شما یک ورکبوک جدید باز میکنین که ما از لحاظ شارکت هم برش گفتیم کنترل چی ان ما شما یک ورکبوک چی بیان نو میم در نیو ریسنت تمپلیت ما از اشکالی که در ورد قبلا خوانده بودیم مثلا سی وی مثلا لیتر مثلا فکس دیزایناش البته براتون میگم ما شما خوانده بودیم اما اکسل تمپلیتاش برعکس ورد است. به این خاطر ما باید تمپلیت اکسل تشریح کنم براتون که تمپلیت اکسل شامل است. ریسنت که باز کنم شاید این خالی باشه اول بنوزه که ما چرا تا از تمپلیت اکسل تنوزه استفاده نکردیم هر وقت استفاده کنیم با در لیست ما چی میشن اضافه میشن. پس بک میم اول ما شما از سیمپل تمپلیتس یا بعضی از تمپلیتایی که در اکسل ترتیب شدن ما شما باید چی کنیم استفاده کنیم. خب بیایم ببینیم که
از یک سر یک تا خوانده میریم ببینیم تا کدام قسمت ما میرسیم به موضوع درس. اولین مسئله بیلینگ استیتمنت. بیلینگ استیتمنت دبل کلیک هم بگوین یا کرییت بگوین مستقیما فرمتش میاد در صفحه اکسل. بیلینگ استیتمنت همون بل پرداخت است. بله که ما پرداخت میکنیم. اگر شما یک دکان دارین اینه با شما دکاندار بگم برتان میده. شما میرین در دکان، اگر کامپیوتر میخرین، اگر تلویزیون میخرین، اگر سی دی میخرین یا هر وسایلی که شما ضرورت دارین میخرین، با شما یک بل میده دکان. یعنی مو شکل بل و شما اینجا گفته فرمت چه خودمون میتونیم دیزاین بکنیم، خالی بیایم که یک خانه پوری بکنیم ببینیم چه قسم میشه. اینجا اول ما شما همون نام کمپانی یا نام همون شرکت خواهی میکنیم و شما اینجا اد میکنیم. درست است؟ مثلا به نام چی است؟ به نام بشارت چی میگیم؟ بشارت کامپیوتر. درست است؟ مکمل آدرس خودم شما چی میکنیم دوستان اینجا؟ حد میکنیم. درست است؟ آدرس استریت آدرس، اگر آدرس مکمل شما در استریت نداریم خب اگر فرست استریت و سکند استریت دیگه پونیست میتونین مستقیم آدرس خود ننوشته که این ضروری نیست که فکس آدرس استریت جا بتید. مثلا ما آدرس ما کسته کجاست؟ فورت چی میگیم؟ فورت مکریان. درست شد؟ اگر آدرس دوم دارین، بله آدرس دوم داریم چی هستن؟ شهر نو. درست است؟ سیتی کابل همراه با زب کد 00 چند؟ 93. زب کد کابل برش میگن انتخاب. درست است؟ بلد. درست است؟ نمبر تلفنتون هم میگن. درست است؟ باز ضرورت نیست که ما شما چی نوشته کنیم زب کد، به خاطر که اولش اینجا نوشته گفتیم. اگر دفترتان فکس نمبر دارن میتونین نوشته کنین، یا اگر دفترتان ایمیل دارن خود طبعا ایمیل بشارت باید بگم اندرسکور این همون لیول است که ما شما در کجا کرده بودیم در آرتوتکس کرده بودیم. گرچه میتونیم که ما شما کجا چی ضرور کنم فقط که حتما ضرور باشه باید ما شما رو چی کنیم عد کنیم. این همون در آرتوتکس ورد که ما شما خوانده بودیم اگه یادتان باشه همون تو بودیم. خب ایمیل نوشته میکنیم BH education چی میگیم؟ شن اندرسکور جی چی میگیم؟ yahoo.com. حالا میگیم شما سر مسئله استیتمنت خود بحث میکنیم. انتر استیتمنت چی است؟ استیتمنت نمبر، همون نمبر مسلسله که در بلا معمولا میباشن. اگر نمبر مسلسل دارن مترس نیم دست چند مثلا میگیم 543. دیت خود دیت امروز خودش اتومات گرفته 3 فبروری 2004. کاستومر آیدی. خب دفترها معمولا همون یک هدف از کاستومر آیدی چی است؟ سعی کنم وقت خلاص براتون بگم. او آیدی کارت تو را پرسان نمیگن که آیدی کارت بگو من اینجا نوشته کنم. بعضی دکانا این یک سیستم است که مشتری تان هسته. او باز با شما در دیتابیس خود اکاونت کرییت میکنه. و شما هر روز که از این دکان هر هفته هر ماهی که مال میخرین و شما یک آیدی براتون جو میکنن. باز در وقت کنم آیدی دیتابیس خود نوشته کنن تمام اجناس که شما از وقت اول تا خریده باشین کلش به شما چی میشن؟ شو میشن. این تو با مشتریای دائمی خود یک آیدی با دکان براتون جو میکنن. صحیح است؟ مثلا آیدی ما کاست A0 چند است؟ A0 به نام کی بل پرداخت شود؟ یا به نام دفتر بل پرداخت میشه یا به نام شخص. اگر به نام شخص است به نام کی میگیم میشه؟ به نام رشاد. آقای رشاد. کمپانی رشاد کی است؟ بشارت اینستیتوت فار ادویکیشن. درست است؟ استریت چی است؟ آدرس چه براشون میگیم؟ در هر جایی که آدرس است. مثلا آدرس دیگه در کجا است؟ در تیت مکرویان. و آدرس دوم اگر دارن آدرس دومشان در کجا است؟ در مزار شریف است. درست است؟ خب اگر آدرس دوم در کابل دارن نوشته کنن، اگر ندارن مثلا آدرس دومشان مثلا از یام در کجا هستن؟ در شهر چی است؟ شهر نو است. ولی موقع یام در کجا هستن دفترشان؟ در کابل است.
و زیپ کدم 00 چند؟ میایم پایانتر سر موضوع دیت بس میکنیم. تاریخی که امروز یا جنس میگیرن، شرکت تاریخ مثل شرکت های ورد کنترل سیمیکالم، کنترل سیمیکالم تاریخ و کنترل شفت سیمیکالم تایم. چی گفتم؟ کنترل سیمیکالم دیت، کنترل شفت سیمیکالم تایم. خب ما دیت خواسته پس کنترل چی رو میگیریم؟ سیمیکالم. تایپ همین نوع جنسی که ما و شما امروز میخریم. مثال یک لپتاپ کورای 7. یک لپتاپ چی میخریم بچه ها؟ یک لپتاپ کورای 7. انوایس نمبر. خب بچه ها این طور است که در انوایس چند موضوع است. اگر لازم اکاونتینگ بس بکنیم، انوایس نمبر مثلا امو مجموعه بل پرداختی که در شرکت ها میتن، مثل که مثلا بعضی کسا میان قرض میگیرن پیسه، یا مثلا بعضی کسا نقد پیسه میتن و یک انوایس نمبر برشان جور میکنن برشان. یا مثلا در جنسایی که خرید ما میگیریم اینجا مثلا میتونن که ما شما با جای انوایس نمبر در دکانایی که امروز استفاده میکنن یا همون سریال نمبر همون جنس نوشته میکنن. هر جنس یک چی دارد خود یک سریال نمبر گیده باشه، نمره کد دارن، میتونین اینو نوشته کنین. ولی در این موضوع ان استفاده دیم دیفرنت است. خب من چون نظر من استفاده خودی را گفتم، من اینجا سریال نمبر خود دیره میزنم. مثلا دیسکریپشن در مورد همین جنس خود معلومات نوشته کنین. در مورد همین جنس چی بگین؟ مثلا جنس من لپتاپ است، میشه خصوصیات این لپتاپ ما شما چه کنیم؟ خصوصیات لپتاپ چی است؟ مثال میگم که 1000 یا 2 TB HDD 2 TB آردس داره، درست است؟ کامل 8 GB رام داره، درست است؟ 2 GB VGA یا گرافیک داره. اونا میگن که بلوتوت و مچم وایرلس و مچم دیگه اما تمام همو خصوصیات لپتاپ دی لیست مکمل چی میکنین؟ نوشته. اماونت قیمت عمومی یا قیمت مجموعی از این جنس و ما باید ثبت کنین. میتونین شما این انتخاب بکنین کل زیره در لحاظ الاینمنت یا بیاریم در کجا یاره؟ در مرکز. صحیح شد؟ درست شد؟ اماونت همون مقدار عمومی پیسه که ما پرداخت میکنیم. مقدار عمومی پیسه که ما در این اماونت پرداخت میکنیم چند شده؟ 1000 رو مثال چند دلار است؟ $70. $1070 قیمت عمومی است. باید $1070 باید ما با دفتر چه کنیم؟ پی کنیم. اگر این دو خانه اشاری گرفته یا دلار ساین گرفته، این فرمت نمبر است. میتونیم شما فرمت نمبر از زیر تغییر بدیم که هیچ دو خانه اشاری نگیره. خب گپایی که دمینوی خود خواندیم خیر من باید بگم برتان میاله برتان که مثلا در نمبر میرم میگم یک کار کو که نمیره پس کو. واید پولش هم پس کردم مشخصا پیسه. اگر کارت خواهش کرد که اگه یو افغانی باشه باید ما چطور کنیم؟ اگر ما واحد پول به یا اضافه میکنیم کرنسی گپش پسان خوانده میشه. من یعنی کرنسی و دلار برش انتخاب میکنم. صحیح است که دلار آمد $1070 اما دو خانه شوری هم من ندارم. اگر افغانی باشه اما پیسه افغانی به جمله واحدهای پول جهان گفته نشده. از فارسی تنها ریال است. تنها چی؟ پیسه ایران است ریال. و اگر فارسی بگیرید پس اگر ما یک کار کنیم که فارسی را اینجا اضافه کنیم چی کار بکنیم؟ در این صورت ما مجبور هستیم بریم در کنترل پنل. درست است دوستان؟ میریم در بخش کنترل پنل و ما در کنترل پنل یک تب داریم به نام ریجن لنگویج. میریم بالای زی کلیک میکنیم و در این قسمت زمانی که شما کلیک کردین میرین در بخش ادیشنال چی؟ ستینگ. و در بخش ادیشنال ستینگ ما داریم چی؟ کرنسی. کرنسی ما دلار است، نمیخوایم کرنسی AFS. کرنسی که اگه زبان انگلیسی بطوره کرنسیش افغانی باشه. AFS. اپلای اوکی. حالا زمانی که ما میریم در اکسل حالا ببینید که واحد پول و شما به جای همون دلار ساین واحد پول کی اضافه شد؟ افغانی. این جزئیاتی که حتما با این موضوعات شما در خانه و در دفتر ان شاء الله سر میخورین. پس اگر نه میگم ما پیسه خودم دلار میگیرم پس کرنسی خودم میتونم به جای ازی پس دوباره چی انتخاب کنم دوستا؟ دلار. حالا افغانی هم در لکی از دستای ما شما چی شد؟
اماونت مقدار پیسه است، اما مسئله پیمنت، مسئله پیمنت ما اگر مشتری دائمی دفتر نیستم خیلی مجبور هستم امی $1070 همون دقیقه به دکاندار چه کنم باید بدم. همونطور است یعنی اما من مشتری ازی هستم، پس من مشتری هستم، من پولم درست کمی کرد، من به طور مثال $800 شمیتم با دیگهش گپ میزنیم. $800 زمانی که نوشته میکنم اینجا اتومات بیلانس چند شد؟ $270 دیگه باید مدتر پی کنم. اینی فرمولایی که در اینجا کارچه با مثلا فرمولاش بدون بس میکنم که فرمولا چی است. دیگه میریم که اماونت منفی چی گفته؟ پیمنت. اینه میگه چطور تکس از تکس منفی شده؟ اماونت منفی چی گفته؟ پیمنت. اینه میگه تکس از تکس منفی شده یک خودش یک بحث است که ما چه قسمت داریم که ما یه وقت نمیتونیم بگیم که اماونت منفی بین با یک جواب برای اما یا دیفاین شدن. با ما در مینوی فرمولا یک چیز به نام لیبل دیفاین داریم با سرش خواهد بس که ما شما بعد ازی بگم که رشاد جمع فرید ماش هر دو جمع میشه، یا بگم مساوی سم سالری ماش کل کارمندان ناشکن سالری ماش کل کارمندان جمع میشه، یا باز موضوعاتی که باز پسند ما خود خواندیم. حالا اینم که اینجا میگه که امان منفی پیمنت یا دیفاین شدگی هستن اینا. ما خب دیگه اگر کدام جنس دیگه هم داریم میتونید نوشته کنین. ما یک جنس امروز خریدیم، ریمایندر به ما شما گفته اگر مشتری جنس پیسه رو چک میته یک کپی چک میگه دمی استیتمنتش باید امو استبلاک کنین آمیانه بگم اتاچ کنینش. و در تیمز برتان گفته بیلانس دیو ان 30 دیز، یعنی امو بیلانس باید ما با 30 روز خلاص کنیم باید، یعنی مدت بس امو بله اگر میخواین خلاص کنین بیاد این قسمت میگم نه بس 30 روز نه بر 3 روز خلاص کن. حالا تا که با شما اتوماتیک بر 3 روز یا 3 ویک یا 3 مانت هر چی که شما میگیرین میتونیم شما رو چه کنین خلاص کنین. اینجا میتونین دوباره کاستومر نیم دوباره چی کنین نوشته کنین. نام کاستومر ما به نام کی بود؟ رشاد. هم نام بل به نام دی جور شد و هم نام کاستومر ما به نام کی است؟ رشاد. و آیدیش اتومات گرفته شد، استیتمنت نمبرش 533 که قبلا در بالا ما نوشته کرده بودیم اشاره، و دیگه تاریخ است و اماونت پیسه چقدر است؟ 200 چقدر؟ 70. انکلوز اماونت اما مقدار پیسه تا نوزه خلاص نشده. هر وقت مقدار پیسه خلاص باید ما شما چی نوشته بگیریم؟ صفر. که مقدار پیسه چی داره؟ صفر. یعنی ما کسی از ما قصدار نمونده، یا اگر قصدار هست در صورت ما انکلوز اماونت دیگه خالی میبینیم. به این معنی احتمال میده که من پیسه فنش نشد. احتیاج دارم ما دیگه خیلی دیدم سلک کجانم ای حبیب تو با خدا صحیح شد دارم صحیح شد. و اگر ما ایره بخواهیم پرنت کنیم شکل که قابل چی باشن؟ اینی استیتمنت های هستن که دفترها به خاطر فروش اجناس خود چی میکنن اینجا؟ یک شکل تمپلیت بود که ما شما امروز بالا چی کنیم بچه ها؟ بس کردیم. میریم بالای فایل، بالای چی؟ یک تمپلیت دیگه هم بالا بکنیم بلاد پریشرز تریگر. بلاد پریشرز در اصل فشار خون یا متثبیت یا تعیین فشار چی خون. سکنین امی خودش امی تمپلیدان نشان میده که اکسل تنها به خاطر محاسبات نیست. اکسل به موارد دیگه هم چی میشن؟ امروز از لحاظ تی بی هم ببینید که در اکسل کار گرفتن. از لحاظ چی؟ تی بی هم. یعنی تنها ما بچه‌ها این فانکشن هایی که ما در اکسل میگیم 400 500 یا 600 فانکشن که شما میخواین بخیر کل فانکشن های ما بالای اعداد کار نشده. مثلا شما تو فانکشن ها میخوانین درباره تکس از کلش، فانکشن ها درباره سیستم انفارمیشن میخوانین، درباره کامنت های اکسل میخوانین، در مورد تکس میخوانین، درباره نمبر میخوانین، درباره دیدن تایم میخوانین. یعنی فانکشن ها کلشان مشخصن تنها درباره نمبر نه، تر هر موضوع ما کار خود کردیم. صحیح است؟ همین رقم که فانکشن ها تر هر موضوع کار میکنن، خود اکسل هم استفادهش تنها به خاطر محاسبات نیست، به هر موضوع چی است استفاده. امروز ما شما فکر کنین که یک کلینیک یک شفاخانه‌ای که ما شما داریم که شفاخانه ما شما هم اینجا میتونین که همون نام مریضتون چه کنین نوشته کنین که اون مریض کی هست. هر کس نام مریض است نامش نوشته کنین. مثال چی بگیم؟ جمشید. تارگت بلاد پریشرز، امو
امو فشار خون تعیین میکنیم، تارگتش هدف کنه به کدام واحد فشار یک انسان نرمال میتونه باشه. 120 بر 80 فکر کنم که امو فشار نرمال یک انسان است. همو درسته بچه ها؟ اینال سیستولیک و دایستولیک امو حالت انقباضی یا چی میگن بلندترین و پایینترین حالت دوران خون فشار خون انسان برش میگن. صحیح است؟ در این حالت شما انتخاب کردین call physicians in above. اگر شما باید نام پزشکی یا همون دکتری که شما را معاینه میکنن یا تحت کنترل از او هستین با شما هر لحاظ طبی افغانا بیشتر مریض میشن نسبت دیگر ها. هر مریض باز یک دکتر مشخص در شفاخانه دارن، مشخص یک دکتر موظف داره. تر از او که شاید از طرف روز دیگه دکترایی را فشارش باید چک بکنن یا برش بدن، اما بازو یک دکتر مثل کانسلتانسوری که برو مشوره میتن یا را مجتمع مراقبت میکنن، یک دکتر دیگه می داشته باشن که نام از امور یا نمبر تلفنی نوشته که این در صورت کدام وضع مریض بود با این دکتر تماس گرفته شود، چی در خانه است یا چی که در شفاخانه است. نمبر همون تلفن کیره همون دکترش میکنیم. باز این نام شفاخانه است National Institute of Health Standard، نام شفاخانه است. میتونن باز شما هم نام کلینیک یا هسپیتال یا مو شفاخانه شما که کار میکنین نوشته کنین. درست است؟ امروز در این سیستم چه قسم معرفی شده که تاریخ امروز تاریخ 11 رفته که ماه این سال 2011 است. از طرف مورنینگ زمانی که مریض چک کردن فشار خونش 129 بر چند بوده 70 و تپش قلبش هم چند بوده 70. مشکل نداره. فردا به اینی حالت بوده، اما این رنگای خون فشار ازی پایین آمده که کمک وارنینگ داده، خطرناک بوده. مثلا یک هفته یا یک ماه امی تحت مراقبت بوده ای، هر روز فشار ازی را کنترل کن که فشار ازی یعنی در یک ماه 2 بار 3 بار باشن، در یک هفته فشار ازی 3 بار غیر عادی بوده، غیر عادی بوده فشارش. توجه هستین که هر روزی چک میشه تقریبا 3 بار فشار ازی مثلا پایین رفته، این انتخاب کردن. توجه هستین در این حالت ما و شما اگر از لحاظ چارت بس کنیم این بلاد پرشر یا همون شکل چارت که دکترها خوبتر یا بهتر در این مورد میتونن تحلیل بکنن یا بفهمن. خب بنده درباره طب قدر درست نمیفهمم در چیزی ما، خب طب دکتر یا خوبتر میتونه درک بکنن این موضوع را از لحاظ مو سناریویی که دارن پیش مریضی میتونن خوبتر بفهمن که این موضوع چه صحیح جلو. یعنی ببینید که اکسل نه تنهایی که به خاطر چی است اعداد به هر موضوعات ما شما میتونیم وجود چه کنیم استفاده کنیم. درست است؟ خب درس بس از تمپلیت بعدی که کلان است دیتایی که ما داریم و خلاص نمیشه، به خاطر نیمه درس میمونه، به خاطر باشه برو باز فردا میریم. صحیح بسرش موفق باشین، روز خوش، خداحافظ.